با تو است، اولی تو اینو حس نمیکنی. شما پس یک میز چای مینوشید، در یک بستر میخوابید، زیر یک بوم زندگی میکنید، ولی تو حس میکنی که همون محبتی که بین تو و اون شخص دوست داشته‌ات بود مثل یک رشته باریک اینقدر تنگ شده است که کم مونده است کنده شود. و مشکلترین چیز این مسافه بین شهرها نیست، این مسافه بین قلب‌ها است. زمانی که او به تو مینگرد ولی نمیبینی، او گوش میکنه ولی نمیشنوی، زیرا پیش از آن که دستا از همدیگر جدا شوند قلب‌ها از همدیگر جدا شوند. بانوی عزیز، اگر تو خودت رو در این گفتهای من شناختی پس تنها نباش، بیا اعضای کلوب من شو. اونجایی است که تو دستگیری می‌یابی، اونجایی است که تو یاد میگیری که چگونه دوباره اون رشته محبت رو بین خودت و شخص دوست داشته مستحکم کنی. اونجایی است که کسی تو رو تنها نمی‌کنه، اونجایی است که تو به همه سوال‌های جواب میگیری. اگر میخوای معلومات بیشتر گرفتن در زیر این ویدیو بنویس کلوب، من همه معلومات رو برایت میفرستم. تو تنها نیستی، من با تو.